لطفاً به قیاف این حجت الاسلام سفید برفی خوب توجه کنید. ببینید اونو قبلا جایی ندیدید؟ ناراحت باشیم که چرا زمانه مبتلا به 3 غده سرطانی است. غده سرطانی اول جنگ هاست. چقدر آدم داره کشته میشه، چقدر زنها بچه ها دارن نابود میشن، تکه تکه میشن و هر جای دنیا رو که نگاه میکنی یه شورشی هست، یه تظاهراتی هست، خلاصه اسلحه ها کشیده شده، گلوله ها شلیک میشه. واقعا آدم باید ناراحت بشه. بله، این آخوند ترگل ورگل که اینجوری مؤدب نشسته و مثل تمساح اشک میریزه همون شیخ مهدی معروفه که وقتی بالای منبر میره ادبیاتش میکشه تو مایه های مهدی مشکی. من اگه اروپا نرفتم اروپا دیدم، حرفاشون رو شنیدم. ما مثل اروپایی باشی، کلاس بالا درس بخونید، نمره 20 بیارید، تحقیق کنید، مثل اروپایی زندگی کنید، مؤدب باشید. اروپایی به عرق خوردن نیست. به حضرت عباس عرق خور اروپایی جوری که ما عرق میکنیم نمیکنن. اونا یه گلاس کوچولو میکنن، اما تو ایران یه 4 لیتر عرق میکنن وسط میخورن تو چششون در میاد. عرق خوریامون هم مثل آدم نیست، عرق خوریام مثل حیوان. مولا احتمالاً اونایی که میخواستن این هاپوی بددهن رو ترتمیز کنن و تو قاب این برنامه جا بدن با یه چنین دردسری مواجه بودن. Тихо, подожди. Ну все, уходи. Пойдем играть. Идем. Кому? Нет, ведра, смотри, нет. در مورد اینکه امنیت زنان در جامعه ما چگونه تامین میشه 3 تا موضوع رو ما در مد نظر قرار دادیم. پیامک بزنید. بله، این برنامه‌ای که مشاهده میکنید برنامه‌ای درباره امنیت زنانه که با حضور 3 کارشناس امور زنان از تیویریش پخش شده. حالا برای اینکه به عمق فهم این کارشناسان نرقول از امنیت زنان پی ببرید کافیه که به این مثال توجه کنید. میگن وقتی که حضرت سلیمان داشت عبور میکرد مورچه‌ای مثلا برگشت به یک حالتی گفت که این کیه که داره میره با این وضعیت. گویا لحنش لحن مناسبی نبود. یکی از حواریون حضرت که میفهمید زبان مورچه رو به حضرت سلیمان گفت که این مورچه چنین چیزی گفت. و جالب رفتار حضرت سلیمانه که برمیگرده میگه که بهش کاری نداشته باشید، او در کنار همسرش ایستاده. یعنی همین که یک زن همراه یک فرده این خودش امنیت بخشی میکنه. بله، پس حالا معلوم شد که موضوع نه امنیت زنان بلکه استفاده از زنان برای حفظ امنیت مردان بود. و حالا میریم سراغ یک برنامه صبحگاهی تیویریش و میزان محبوبیت اون در بین تماشاچیان. و حالا دیگه داره پیامک‌ها میرسه، خواهشاً به ما کمک کنید و بگید که اوضاع احوال چجوریه. میگن که چرا دروغ میگید تو برنامه‌تون؟ صبحانه با دروغ. و خبرهایی است که در جراید میاد، خبرهایی است که در خبرگزاری ها میاد و ما پیگیر خبرها هستیم. این خبرها رو برای شما میخونیم. راست و دروغش گردن گویندگان خبر و منابعی که خبرها رو دارن میگن. ولی شما هم یه مقداری خواهش میکنم که سر صبحی چشمها رو بشویید، جوری دیگر ببینید، یه مقداری ما رو دوست داشته باشید، ضرر نمیکنه. این هم یک مجموعه صوتی از مسابقه‌های پخش نشده تیویریش برای اونهایی که چشاشون رو شستن و میخوان یه جور دیگه ببینن. Первая команда Европы, вторая команда Европы, вторая команда Европы. دیدم که از نماز برگشتین، عباداتتون قبول بشه. شما همیشه اینجا نماز میخونید؟ وسط پیاده رو نباید داد و فریاد بکنی. آره دیگه، اگر بخوای داد و فریاد بکنی یا یواش.
زیندی زیدان یا زیزو معرف حضور همه فوتبال دوستای دنیا هست و مهارت‌هاش در فوتبال هم بر کسی پوشیده نیست. حالا که به عنوان فوتبالیست از دنیای فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کرده، شاید فرصت بیشتری برای بیلیارد داشته باشه. T'as vu ce qu'il a fait?